سلام و عرض ارادت خدمت دوستان عزیز کدیادی. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. امیر هستم از مجموعه کدیاد و با جلسه 16 از دوره آموزشی مقدماتی تا پیشرفته پایتون در خدمت شما عزیزان هستم. خب بچه ها، تا اینجای دوره خیلی خوب پیش رفتیم، نکات خیلی مهمی رو با هم بررسی کردیم، یاد گرفتیم و امیدوارم این دو جلسه آخری که با هم انجام دادیم، این پروژه کوچیکی رو که انجام دادیم براتون مفید بوده باشه. نکاتی رو که مطرح کردیم توی این دو جلسه یاد گرفته باشید و اونها رو تمرین هم کرده باشید. خب بچه ها، توی این جلسه قراره راجع به یکی از موضوعات خیلی مهم در زبان برنامه نویسی صحبت کنیم و اون هم لیست ها هستن که در آینده حتما با اونها سر و کار خواهیم داشت. تقریبا در تمام پروژه هایی که انجام میدیم لیست ها وجود دارن و ما باید نکات مربوط به اونها رو یاد بگیریم و از الان اونها رو تمرین کنیم. خب بچه ها، بریم وارد سایت W3 Schools بشیم و مسیر همیشگیمون رو بریم. خب قسمت پایتون لیست نگاه کنید. این موارد بالایی رو همه رو با هم بررسی کردیم، خدا رو شکر خیلی خوب بوده تا الان و این موارد هنوز باقی موندن که اینها رو هم در جلسات آینده به زودی زود با هم بررسی میکنیم. خب وارد قسمت پایتون لیست میشیم. این قسمت بسیار خوب. ببینید بچه ها، یکی از موضوعات خیلی مهم، من این رو بارها بهتون گفتم توی جلسات مختلف، اینه که شما بتونید مستندات یک زبان برنامه نویسی، یک تکنولوژی رو بتونید بخونید. چرا که کامل ترین مرجع برای یادگیری یک زبان برنامه نویسی، یک تکنولوژی، یک فریمورک، یک فناوری اینه که شما بتونید به مستندات اون تکنولوژی مراجعه کنید و اونها رو متوجه بشید. بله، در ابتدای کار برای شروع یادگیری برنامه نویسی نیازی نیست شما زبان انگلیسی خیلی حالا بلد باشید، ولی برای ادامه کار حتما به اون نیاز پیدا میکنید. در انجمنهای مختلف، انجمنهای انگلیسی زبان، وقتی میخواید سوال خودتون رو مطرح کنید، اگر انگلیسی بلد باشید راحت‌تر میتونید ارتباط برقرار کنید. وقتی میخواید مستندات یک در واقع تکنولوژی رو بخونید، راحت‌تر میتونید متوجه اون بشید. پس سعی کنید از الان پا به پای من پیش بیاید. حالا تا اونجایی که وقت اجازه میده و در توان من هم هست به این مستندات مراجعه میکنم، اونها رو برای شما میخونم، با هم دیگه جلو میریم. گاهن از گوگل ترنسلیت هم استفاده میکنیم، چیزیه که واقعا اجتناب ناپذیره و واقعا میتونه به ما کمک کنه. خب پایتون لیست. بچه ها، لیست ها در زبان پایتون ببینیم که چی هستن و چجور تعریف میشن. اینجا اومده یک دید کلی به شما بده و کارش خیلی جالبه. اومده بدون هیچ مقدمه یک لیست رو برای شما نشون داده تا چشم شما به این لیست عادت کنه. یک متغیر تعریف کرده بچه ها به اسم مای لیست و برابر قرار داده با کروش باز یا اسکویر براکت و یک سری آیتم رو به صورت استرینگ درون این در واقع دوتا کروشه قرار داده و این رو به عنوان یک لیست به شما معرفی کرده. خب در پایین تر نوشته لیست. Lists are used to store multiple items in a single variable. بچه میگه لیست ها استفاده میشن برای ذخیره سازی چندین آیتم درون یک وریبل، یک متغیر. متوجه اید؟ Lists are one of four built-in data types in Python used to store collections of data. میگه لیست ها یکی از 4 تا در واقع دیتا تایپ درونی زبان پایتون برای ذخیره سازی مجموعی از داده هستند. The other three are tuple, set and dictionary, all with different qualities and usage. میگه اون ستای دیگه تیوپل ها، ست ها و دیکشنری ها هستن که هر کدوم مزایا و استفاده های خاص خودشون رو دارن. ببینید توی سرفصل های بعدی ما بعد از لیست ها تیوپل ها، ست ها و دیکشنری ها رو داریم، به خصوص این دیکشنری ها که خیلی بحث جذابی هست و اونها رو هم با هم یاد میگیریم. پس این 4 تا دیتا تایپ هستن در زبان پایتون که برای ذخیره سازی داده ها استفاده میشن و خب لیست ها هستن، تیوپل ها هستن، ست ها هستن و دیکشنری ها. نیازی نیست حفظ کنید، اینها رو با هم کار خواهیم کرد. اومده یک مثال زده، گفته create a list
اینجا البته بالا گفته که lists are created using square brackets. میگه معرف لیست ها در زبان پایتون square bracket هست. میگه لیست ها ساخته میشن با استفاده از square brackets. بچه‌ها square یعنی مربع و brackets هم که اینها رو میگه و حالا براکت مربعی یا همون کروشه در زبان فارسی. و اینجا یک متغیر تعریف کرده this list مساوی قرار داده با کروشه باز، یک سری آیتم رو به صورت استرینگ درون این کروشه ها قرار داده، با استفاده از کاما اونها رو جدا کرده. لیست آیتمز، بچه‌ها اینجا میخواد درباره آیتم های درون لیست صحبت کنه. گفته که لیست آیتمز are ordered, changeable and allow duplicate values. میگه لیست اون آیتم های درون لیست اولا دارای نظم و ترتیبن، دوما changeable هستن یعنی قابل تغییر هستن و میتونید شما یک آیتم رو مجددا درون لیست به صورت تکراری استفاده کنید. لیست آیتمز are indexed. بچه‌ها نکته گفته آیتم های درونی یک لیست چی هستن؟ ایندکسد هستن. یعنی چی؟ یعنی ایندکس گذاری شدن، نشانه گذاری شدن، دقیقاً مثل استرینگ ها که ایندکس گذاری شده بود. هر حرف the first item has index 0 the second item has index 1. دقیقاً مثل استرینگ ها بچه‌ها دارن رفتار میکنن. این نکته خیلی مهمه. خیلی از متد هایی که لیست ها و استرینگ ها دارن شبیه به هم هستن چون هر دو ایندکس گذاری شدن و اینجا هم داره به همین موضوع اشاره میکنه. پس از این جهت شما راحت تر میتونید مفاهیم لیست ها رو درک کنید. ordered میگه لیست ها دارای نظم و ترتیب هستن بچه‌ها. گفته when we say that lists are ordered میگه وقتی ما میگیم لیست ها دارای نظم و ترتیبن it means that the items have a defined order. میگه معنیش این میشه که آیتم ها دارای یک نظم مشخص هستن and that order will not change و اون نظم و ترتیب تغییر نمیکنه. if you add a new item to a list وقتی میگه شما یک آیتم جدیدی رو به لیست اضافه کنید، آیتم های جدیدی رو به لیست اضافه کنید the new items will be placed at the end of the list. میگه اون آیتم های جدید میرن و به انتهای لیست اضافه میشن. اینجا اومده یک نکته رو گفته there are some list methods. میگه یه سری متد هایی برای لیست ها وجود داره که در پایین میبینید لیست methods که اینها رو حتما بررسی میکنیم، خیلی مهمن، که میان این نظم و ترتیب لیست ها رو that will change the order میان اون نظم رو به هم میریزن but in general ولی به صورت کلی the order of the items will not change. نظم و ترتیب آیتم ها تغییر نخواهد کرد. changeable بودن رو اینجا بررسی قرار داده. گفته که آیتم های درونی یک لیست قابل تغییر هستن و میتونیم اونها رو در واقع حذف کنیم، چیزی بهشون اضافه کنیم یا اونها رو تغییر بدیم. این منظور از changeable بودن آیتم های درون یک لیسته. allow duplicates میگه لیست ها میتونن از یک آیتم تکراری رو درون خودشون داشته باشن. همونجور که میبینید اینجا نوشته apple cherry. اینجا درون لیست وجود دارن و هیچ مشکلی هم وجود نداره. خب بچه ها این موضوع در رابطه با لیست ها بود. بریم وارد فضای کدزنی خودمون بشیم، یک لیستی رو ایجاد کنیم و بعضی نکات مربوط به اونها رو با هم بررسی کنیم و اینها رو هم توی محیط کدزنی با هم دیگه کار کنیم. خب بریم وارد صفحه اصلی بشیم. طبق عادت پوشه کدیاد رو ایجاد کنیم. پوشه رو روی ویژوال استودیو کد رها میکنیم. خب منتظر میمونیم تا این پوشه باز بشه. حالا یک فایل ایجاد میکنیم به اسم list.py و حالا آماده هستیم که لیست خودمون رو ایجاد میکنیم. خب ببینید بچه‌ها من میخوام یک لیست ایجاد کنم. اول یک متغیر تعریف میکنم به اسم مثلا مای لیست، هر اسم دیگه ای میتونه داشته باشه و یک کروشه باز میکنم. وقتی که یکی میزنم خودش میاد باز و بسته بودنش رو انجام میده، یعنی کروشه بسته رو هم برامون قرار میده. خب حالا میتونم آیتم های خودم رو درون این لیست تعریف کنم. این آیتم ها میتونن لیست دوستان من باشن، مثلا رضا و علی و میلاد و مثلا محمد. خب
این لیست بچه ها به راحتی ما یک لیست در زبان پایتون تشکیل دادیم. میبینید که لیستی از دوستان ما هست که درون این در واقع لیست قرار گرفتن، تعدادی از دوستان ما هستن و اگر من بیام بگم جناب پایتون پرینت کن برای من چی رو؟ تایپ این مای لیست رو، ببینیم که چه چیزی برای ما چاپ میشه. دقت کنید، کلاس لیست میگه آقا تایپ این چیه؟ لیسته، مثل دقیقاً اینتیجرها استرینگ ها. اینجا تایپ ما تایپ لیسته و اگر از خود لیست پرینت بگیریم ببینیم که خود لیست رو چجور نمایش میده. میبینید که به همین صورت لیست رو برای ما نمایش داده. گفتیم که لیست ها بچه ها ایندکس گذاری شدن. این مطلب خیلی مهمه، دقیقاً مثل استرینگ ها و لیست ها هم مثل استرینگ ها ایندکس از ایندکس شماره 0 شروع میشن، یعنی اولین آیتم ایندکس شماره 0 رو داره، دومین آیتم ایندکس شماره 1 رو داره و سومین آیتم ایندکس شماره 2 رو داره و همینجور تعداد کل در واقع آخرین آیتم به اندازه تعداد کل آیتم های لیست یه دونه کمتر میشه شماره ایندکسش، یعنی تعداد کل آیتم های ما اینجا 4 تا هست، پس ایندکس آخرین آیتم میشه 3، یک دونه کمتر. یعنی اگر من بگم پرینت کن برای من از مای لیست ایندکس چجوری اشاره میکنیم بچه ها در استرینگ ها؟ با استفاده از کوروش باز و بسته. اینجا هم دقیقاً به همین صورت هست، کوروش باز و بسته میذاریم و میگیم ایندکس شماره 3 رو برای من چاپ کن که محمد رو برای من میاره. به همین سادگی. یه نکته دیگه هست بچه ها، اگر شما بخواید تعداد کل آیتم های درون یک لیست رو متوجه بشید باید از چه روشی استفاده کنید؟ این سوال رو قبلا هم برای استرینگ ها ازتون پرسیده بودم، اینجا هم در واقع بهش اشاره شده، لیست لینکس، و شما میتونید بیاید این رو بخونید و میتونید جواب رو برای من ارسال کنید یا خودتون تمرین کنید. من این رو بهتون نمیگم تا شما هم یک مقدار حرکت کنید ببینید که چجور میشه. خیلی ساده است، چجور میشه تعداد کل آیتم های درونی یک لیست رو متوجه شد. این رو حتما انجام بدید. در جلسه بعدی موارد دیگری که مربوط به لیست ها هستن رو با هم دیگه کار میکنیم. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. تا جلسه بعدی، خدا یار و نگهدارتون.